سلام دوستان عزیز، امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو داشته باشید. من امروز میخوام یه غذای اصیل گیلانی رو درست کنم به اسم ترشه تره. اومدم بازار سبزیشو تهیه کنم. گفتم شما با من همراه باشید. خب من رسیدم سبزی رو بگیرم. وسایل ترشه تره هم خیلی بی زحمت. اینم از سبزی محلی که تهیه‌اش کردم. سلام به دوستان و همراهان عزیزم، به کانال روزمرگی من خوش اومدید. من سحرم. امروز میخوام ترشه تره درست کنم، یک غذای اصیل گیلانیه به سبک مادر بزرگم که ازش یاد گرفتم. خیلی خوشمزه است. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. مواد لازمش سبزی ترشه تره میخوایم که شامل اسفناج، تره، گشنیز، جعفری و یه مقدار شویده. من خردش کردم، آمادش کردم. آب نارنج لازم داریم، 2 قاشق آرد برنج حتما باید باشه، تخم مرغ، سیر به مقدار لازم، یه نصف لیوان آب، روغن، نمک و فلفل هم لازم داریم. بریم تا با همین غذای خوشمزه رو درست کنیم. آبمون رو به سبزیمون اضافه میکنیم. خب وقتی سبزیمون به این مرحله رسید، بخارش نمیذاره. وقتی سبزیمون به این مرحله رسید باید روغن، نمک، فلفل و زردچوبه رو اضافه کنیم. خب سیرم باید سرخ کنیم حتما. من گذاشتم زردچوبه بهش زدم که سرخ شه. بعد اینکه سیر سرخ شد، مادر بزرگ و مامان من اینجوری درست میکردن. تخم مرغ این تو سرخ میکنیم، در مرحله آخر به ترشه ترمون اضافه میکنیم. خب سیرمون سرخ شد. خیلی سخته یه دستی کار کرده. تخم مرغمون رو بهش اضافه میکنیم، قشنگ هم میزنیم و یه رو به آخر باید سیر و تخم مرغ رو بهش اضافه کنیم. در این مرحله ما باید آب نارنجمون رو با آردمون مخلوط کنیم. ببینید چه مقدار دوست دارید ترش باشه، همون مقدار باید اضافه بشه. قشنگ هم بزنید که گلوله گلوله نشه. خب وقت اضافه کردن آب نارنج و آردمونه. بچه‌ها میتونیم از آب قورم استفاده کنیم، ولی آب لیمو من تا حالا ندیدم کسی استفاده کنه. باید سیر و تخم مرغ رو بهش اضافه کنم. الان وقت سیر و تخم مرغ ماست که به ترشه ترمون اضافه کنیم. فکر کنم قیافش گویای احوال و خوشمزگی ترشه تره ما باشه.
ما شمالی ها همراه این ترکیب خفن از ماهی شورم استفاده میکنیم. ترش تره ما آماده است. خیلی خوشمزه شده. جای همتون خالی. اینم ماهی ماست که داره سرخ میشه. خب اینم از ترش تره ما که آماده است. خیلی خوشمزه است. پیشنهاد میکنم حتما درست کنید. اینم از هوای گیلان ما که فوق‌العاده شده. هوا بهاری. خب دوستان، اینم از غذای ما. چیدمش تو سینی که شما ببینید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و حتما من رو سابسکرایب کنید.